یک گناه خیلی بزرگ و مهلک که امروزه در جامعه عام شده، مخصوصا خواهران آغشته به این گناه هستند. خواهران عزیز، همه شما متوجه باشین که از این گناه بزرگ در امان باشین. به نظر شما کوچک میآید، اما از نظر اسلام و قرآن یک گناهی بس بزرگ است که امروز همه خواهران اکثریت با این گناه آغشته هستند و من این ویدیو را برای خود واجب دانستم که بیایم ثبت کنم برای شما خواهران عزیز و برادرانی که اگر غیبت میکنن آگاهی بتون که واقعا یک گناه خیلی بزرگ و عظیمی هست که ما پشت یک خواهر خود یا یک برادر مسلمان خود بیم حرف بزنیم و غیبتش بکنیم و این یک گناه خیلی بزرگ است. به این فکر نباشین وقتی دو نفر میشینین با هم حرف نفر سوم را میزنین، بعد میگین اگر اون حضور هم داشته باشه این حرف را برش میگم. در هر صورتش غیبت هست و گناهی بس بزرگ است، چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میفرماید، میگه هر مسلمان یا برادر مسلمانی غیبت خواهر یا برادر مسلمان دیگر خود را میکند و پشت سر از او حرف میزند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که گویا گوشت برادر مرده خود را این شخص خورده. سبحان الله، ما چقدر از این در حراس هستیم که ما بتونیم گوشت برادر خود را بخوریم. یعنی عظمت گناه غیبت اینقدر بزرگ هست. پس تلاش بکنیم از این گناه خود را در امان داشته باشیم و این باعث گناهان خیلی زیاد میشه. بر علاوه از اینکه گناه داره، خیلی اختلافات و مشکلات را در خانواده ها ایجاد می کند. توسط همین غیبت هست خانواده ها از هم پوشیده شده و همون محبت ها و صمیمیت های واقعی در خانواده ها وجود نداره. هر کس فقط از روی ظاهر با هم هست. تلاش بکنین این عمل ناپسند که نشایسته یک زن مسلمان هست و نشایسته یک مرد مسلمان، از این عمل بدور باشید تا بتونین در صلح و آرامش درست زندگی